زنی که بوجلکای پاش از پاچش بیرون باشه، سفیدی پاهایش معلوم شود، لعنت الله و رسول بر بالای او زن است. بگوی نعوذ بالله. امروز برین به این شهر و خدا پدر کور شده، امروز کور، برادر کور شده، امروز شوهر کور شده، دل آدم درد میکنه که مگر چرا امت رسول خدا این اندازه بی غیرت شدن، این اندازه بی دلخه شدن. خوب میبینن که دخترشان یک بلس پای سفید خود را برهنه کردن که رسول خدا و الله او را لعنت کرده، با چشم خود میبینن به او افتخار میکن. اصلا نیست با آواز بلند میشنون. امروز برعکس شده قضیه. خون باید گریه کرد، نباید عشق، خون باید گریه کرد. امروز مردان بوجلکای پایشان پوشیده است، میگه مود است، استایل است. سر بوت ما که پاچای ازای ما که دمشون 10 سانتی میگن، چی میگن؟ چقدر میکنن پاچای ازای خود؟ 10 این میکنیم که سر بوتای ما پیش بیاید. این دیگه مود شده. مود یه استایل است. یه استایل کی است؟ استایل محمد است صلی الله علیه و سلم. یک با آواز بلند بگوید صلی الله علیه و سلم. این استایل رسول الله نیست، این استایل بوش است، این استایل اوباما است، این استایل ترامپ است، این استایل اینی بدبختی که فعلا هست نامش چی است؟ جو بایدن است.